سلام میکنم خدمت دوستان عزیز. درس دوم رو شروع میکنیم از مجموعه درس‌های آموزش مکانیکی به زبان آلمانی. در این درس میخواییم قطعات خارجی ماشین یاد بگیریم. اسمش هست لکسیون سوای. دست آوتو میشه ماشین یا خودرو به زبان خودمون. آوسن آنزیشت یعنی نمای بیرونی که میبینید، نمای بیرونی. دی بای سایت میشه طرف کنار راننده. اینجا مثلا راننده که بشینه اینجا میشه بای سایت. دست داخ میشه سقف ماشین. دی وین شوت شایبه این شیشه جلو میگن، اینجا رو میگن، این شیشه جلوی ماشین میگن دی وین شوت شایبه. دی سایت همین طرف راننده رو میگن. دی بگرنزونگس لوشته. داشته اینجا یه چراغایی دارن، این چراغ راهنما نیست. اگه دقت کنید یه چراغای کوچیکی هسته که اون به اصطلاح چراغ محدوده یا مرز مشخص میکنه توی تاریکی اگه شما بخواید کنار یک ماشین عبور کنید. خب در قوک اشپیگل میشه این آینه عقب میشه به زبان خودمون. دی بلینک لوشته راهنما رو میگن، بلینک لوشته. دست میشه چرخ کامل. توجه داشته باشین، چرخ کامل که شامل رینگ و لاستیک با هم است بهش میگن دست در شای بنویشا میشه برفا کن. اینجا که ما برفا کن داریم به زبان خودمون، به زبان فارسی. میشه برفا کن. شای بنویشارم که گفتیم. بریم بالا ببینیم چی داریم. خب در کولا گریل این قسمت جلوی رادیاتور یک حفاظی ما داریم مثل رده یا پنجره مانندی هستش، به این میگن کولا گریل، حفاظ رادیاتور بهش میگن. ایشتوس ایشتانگه سپره بهش میگن. دی نومشیلد همین پلاک میگن، بعضی هم بهش میگن کنسایشن. دست مارکن امبلم یه علامت تجاری ماشینه میگن. در نیبل شاین ورفا چراغ مه جلو رو میگن. خب امیدوارم این درس مفید بوده باشه. این به درد همه میخوره، به درد کسایی که توی آلمان هستن. بالاخره همه این من شما با ماشین سر و کار داریم و ای که قطعات و اسماشون رو یاد بگیریم در آینده لازم میشه. خب این مطلبش زیاد هست، بخشای مختلفی داره. من اینه همین مقدار کلمه رو نوشتم به خاطری که بتونیم یاد بگیریم. توی درس‌های بعدی قسمت‌های مختلف شد با هم یاد میگیریم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. تا درس بعدی همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. روز و روزگارتون خوش.